شما هم قهوه میخورید؟ اگه پاسخ شما بله هست، عمرتون طولانی تر میشه. شاید بپرسید که چجوری میتونم با این قطعیت حرف بزنم، چون افرادی که به طور منظم قهوه میخورن طبق مطالعات انجام شده بیشتر از کسایی که عادت به نوشیدن قهوه ندارن عمر میکنن. بر اساس پژوهش هایی که 40 سال ادامه داشت دیده شده که افرادی که عادت دارن منظم قهوه بخورن عمر طولانی تری دارن. قهوه این اثر رو به واسطه ترکیبات مفیدی مثل پلیفنول ها، اسید کلوروژنیک ایجاد میکنن. قهوه به طور واقعی هم از سلامت مغز و هم از سلامت قلب پشتیبانی میکنه و خطر بیماری هایی مثل حمله قلبی، دیابت و سکته رو کاهش میده. الان شاید بپرسید که کدوم نوع قهوه؟ ببینید، قهوه های فیلتردار برای ما قهوه واقعی به شما میاد. اسپرسو یا قهوه فیلتری نمونه های خوبی از قهوه واقعی هستند. قهوه ترک هم میتونه به عنوان یک قهوه مفید در نظر گرفته بشه، اما دقت کن همشون بدون شکر.